سلام، به کانال آشپزی با آرسام خوش آمدید. امروز اومدیم با آموزش آبگوشت بسیار ساده و خوشمزه. ابتدا آبگوشت رو داخل قابلمه بریزید و به آن آب اضافه کنید تا جوش بیاد. کف روی آب رو بگیرید تا آبگوشتی خوش رنگ و روی داشته باشید. حالا پیاز و گوجه فرنگی، نخود خیس خورده، لوبیا سفید خیس خورده، زردچوبه، فلفل سیاه بریزید و وقتی که جوش اومد درب قابلمه رو بگذارید و اجازه بدید 3 ساعت روی شعله ملایم پخته بشن. بعد از گذشت 3 ساعت پیاز و گوجه و دنبال رو جدا کنید و حسابی بکوبید و روی شعله بگذارید تا کمی تف بخوره. رب گوجه فرنگی و کمی زردچوبه هم بریزید و تف بدید تا رنگ رب باز بشه. سپس به آبگوشت اضافه کنید. سپس چند تکه سیب زمینی، 2 قاشق مرزه خشک و نصف قاشق چارزیره بریزید. درب قابلمه رو ببندید تا سیب زمینی ها هم پخته بشن. 10 دقیقه آخر هم نمک اضافه کنید. به به، این هم از آبگوشت خوشمزه و خوشرنگ ما. اگر از آموزش امروز خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، عضو کانال بشید و زنگوله رو بزنید. نوش جونتون.